به این فکر کردین که چرا بعضی جامعه ها رو به جلو میرن، پیشرفت میکنن، ولی بعضی دیگه انگار توی چرخه گیر کردن. امروز میخوایم دقیقاً بریم سراغ همین موضوع و یه مفهوم خیلی مهم رو با هم باز کنیم: قدرت خودارزیابی. این تشبیه واقعاً آدمو به فکر فرو میبره، نه؟ یه جامعه‌ای که از داروی تلخ فرار میکنه، حتی اگه بدون اون دارو برای بقاش لازمه. این تصویر دقیقاً همون جاییه که بحث امروز ما ازش شروع میشه. بسیار خوب، بریم سراغ بخش اول. همین مقایسه ما رو مستقیم میرسونه به ریشه مشکل. یعنی اون جایی که یه جامعه، یه ملت توانایی گرفتن تصمیم‌های سخت برای آینده بهتر خودش رو از دست میده. دقیقاً مثل همون بچه. وقتی یه جامعه در برابر انتقاد، در برابر ایده‌های نو مقاومت میکنه، انگار از درد تغییر بیشتر از بیماری درجا زدن میترسه. این یه جور مکانیزم دفاعیه، میدونین؟ یه دیوار نامرئی که جلوی هر فرصتی برای رشد رو میگیره قبل از اینکه اصلا شانسی داشته باشه. خب، حالا بریم سراغ بخش بعدی. ببینید، این بحث فقط یه چیز تئوریک و فلسفی نیست اصلاً. این توانایی ارزیابی کردن یه مهارت کاملاً حیاتی برای بقاست. درست مثل چیزی که توی دنیای طبیعت میبینیم. پس وقتی میگیم توانایی ارزیابی، منظورمون یه کلمه سنگین و آکادمیک نیست. نه. فکر کنین یه ابزار خیلی اساسیه. ابزاری برای سنجیدن نیازها، هدفها و نتیجه کارها. خلاصه هر چیزی که برای بقا و پیشرفت لازمه. ببینید تو طبیعت این مهارت واقعا مسئله مرگ و زندگیه. یه لحظه به یه شیر فکر کنید. فقط یه محاسبه اشتباه، یه ارزیابی غلط از قدرت طعمه یا انرژی که باید صرفش شکارش کنه میتونه آخرین اشتباهش باشه. اینجا دیگه شوخی نداریم. ارزیابی یعنی مرز بین زنده موندن و نموندن. این فرایند ارزیابی شیر دقیقاً همینه. اول طعمه رو میسنجه، بعد قدرت خودش رو و بعد تصمیم میگیره. سوال اصلی اینه: آیا جایزه‌ای که میگیرم به ریسکش میارزه؟ اگه شیر این محاسبه رو اشتباه کنه، خب نتیجهش گرسنگیه و شاید حتی مرگ. خب، حالا که این مثال رو دیدیم، بریم سراغ بخش بعدی و این سوال رو از خودمون بپرسیم: وقتی یه جامعه انسانی توی این محاسبات و ارزیابی‌ها بارها و بارها اشتباه میکنه، چه هزینه سنگینی رو باید پرداخت کنه؟ به این عدد نگاه کنید: 25. یه جوان 25 ساله رو تصور کنید. تمام سالهای تحصیل، تمام تلاش‌هاش پر از انرژی و آرزو. و بعد دست خالی. وقتی سیستمی که توش زندگی میکنه ابزارهای لازم برای موفقیت رو بهش نمیده، تمام اون انرژی، تمام اون رویاها چی میشه؟ به کجا میرسه؟ و اینجاست که هزینه‌های اجتماعی ویرانگر خودشون رو نشون میدن. از پتانسیل‌های تلف شده گرفته تا بیکاری جوانا و فرار مغزها، همه اینها تبدیل میشه به یه چرخه بیهوده. یه چرخه از تلاش بدون پاداش که همه رو خسته و ناامید میکنه. خیلی خوب، پس سوال اصلی اینه: چی باعث میشه که این خرد از بین بره؟ چه چیزی توانایی ارزیابی رو توی جامعه نابود میکنه؟ نکته اینجاست: خرد نمیتونه توی محیطی که پر از خشم سرکوب شده، ترس و نفرت شکل بگیره. اصلا امکان نداره. برای فکر کردن درست، برای ارزیابی منطقی به آرامش نیاز هست. اینجا ما با دو تا مسیر کاملا متفاوت روبرو هستیم. یه طرف موانع ارزیابی قرار دارن و طرف دیگه کاتالیزورها یا همون چیزهایی که به ارزیابی کمک میکنن. ببینید، وقتی یه ایدئولوژی خشک و انعطاف ناپذیر حاکم میشه یا وقتی سیستم‌ها بسته میشن و احساسات سرکوب شده اجازه تفکر منطقی رو نمیدن، خب ارزیابی غیر ممکن میشه. در مقابل عملگرایی، ارزیابی همراه با آرامش و وجود بازارهای باز و رقابتی مثل کاتالیزور عمل میکنن. اینها ابزارهایی هستند که به ما اجازه مقایسه و سنجش میدن. این جمله خیلی مهمه. وقتی همه چیز در چارچوب مرگ یا زندگی قرار میگیره، دیگه جایی برای منطق، ارزیابی باقی نمیمانند. این یعنی چی؟ یعنی این نگاه همه یا هیچ، این تفکر سیاه و سفید جامعه رو فلج میکنه. دیگه نمیشه برای مشکلات پیچیده راه حل‌های هوشمندانه و منطقی پیدا کرد. خب پس راه حل چیه؟ بیاین ببینیم اون طرف سکه چه شکلیه. یه جامعه‌ای که خودش رو میشناسه و به هنر خود ارزیابی مسلطه چه ویژگی‌هایی داره؟ یه جامعه خردمند اول از همه نیازهای خودش رو میشناسه.
بعد کاستی‌ها و ضعف‌هاش رو شناسایی میکنه. انگار یه پایگاه داده کامل از مهارت‌های مردمش داره. و در نهایت میتونه این استعدادها رو به طور مؤثر برای حل مشکلات به کار بگیره. دقیقاً مثل یه جراح ماهر که میدونه از چه ابزاری کجا و کی استفاده کنه. یه مثال تاریخی خیلی جالب هم در این مورد وجود داره. برگردیم به دهه 1970 و یه تغییر دیدگاه اساسی در سازمان سیا. اونها تا اون موقع تمرکزشون بیشتر روی سرکوب مخالفان بود. اما بعد به این نتیجه رسیدن که این کافی نیست. پس شروع کردن به یک جستجوی سیستماتیک برای پیدا کردن استعدادها. دنبال دانشمندا و متفکرایی بودن که بتونن بهشون برای برنده شدن تو جنگ سرد کمک کنن. و این یه ارزیابی استراتژیک فوق‌العاده بود. اونا فهمیدن که بزرگترین سرمایه و دارایی یک ملت استعدادهای خودشه، نه کنترل مخالفانش. یعنی متوجه شدن که ارزش واقعی در مغز هاست. و این ما را به یه نکته نهایی و خیلی مهم میرسونه. ارزیابی کاستی هایتان اغلب مهمتر از فهرست کردن دارایی هایتان است. چرا؟ چون این کار به شما یه جهتگیری خیلی روشن میده که انرژیتون رو باید دقیقاً کجا صرف کنید. و در نهایت همه این بحث‌ها ما رو به این سوال میرسونه: واقعاً اولین قدم برای اینکه یک جامعه خودش رو بشناسه چیه؟